أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. دوستان نهایت معزز و مکرم، بینندگان گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 132 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب و مسائل رکن چهارمی از ارکان اسلام که روزه هست در مورد آن هست که در قسمت های گذشته تعریف روزه و حکم و حکمتی از او را و همچنین فضائل از او را و فضائل ماه مبارک رمضان را و عده از احکام روزه را خدمت شما بیان کرده بودم و گفتم که یکی از احکام روزه این است که باید یک روز دو روز قبل از رمضان روزه گرفته نشود و حکم دوم این است که باید روز شک روز سیوم شعبان است روزه گرفته نشود و حکم سومی است که معیار در روزه گرفتن و در افطار کردن رویت و دیدن ماه است و وقتی که ماه دیده شد باید روزه گرفته شود، وقتی که ماه دیده شد باید افطار کرده شود و اگر آسمان ابری بود باید شعبان 30 روز تکمیل کرده شود و بعد از روزه گرفته شود و همچنین در آخر رمضان اگر آسمان ابری بود باید آسمان ابری بود و امکان دیدن ماه نبود باید رمضان 30 روز تکمیل کرده شود و بعد از او عید کرده شود. و در این قسمتی از برنامه بعضی دیگری از احکام را خدمت شما در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد که او حکم نیت در روزه هست و همچنین حکم تعجیل فطر که باید فطر زود کرد، افطار باید تعجیل کرده شود و همچنین در سحوری باید تأخیر کرده شود. این احکام را در روشنایی از احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد و در مورد نیت در احکام شرعی جایگاه والایی را دارد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی تأکید بر این کردن که باید انسان مسلمان در هر کار خود خلوصی نیت داشته باشد و قبولی اعمال بنابر نیت انسان است. هر قدر که انسان نیتش خالص و خالصمندانه در عمل بوده باشد همه قدر اجر و ثواب را کسب میکند و هر قدر که در نیتش خلل بوده باشد همه قدر در اجر و ثواب عملی از او خلل می آید. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث متفق علیه انما الاعمال بالنیات، دارمدار هم اعمال به نیت هست و در حدیث دیگری فرمودند که یبعث الناس یوم القیامة علی نیاتهم، در حدیث امام احمد روایت میکند که یبعث الناس یوم القیامة علی نیاتهم، مردم در روز قیامت بنا بر نیاتشان مبعوث میشوند، بر افریخته میشوند و هر قسمی که نیتشان بود به مو اساس جزا و سزای خود را میبینند. لذا که گفتم که نیت در تمام احکام شرعی جایگاهی والا را دارد، از امو احکام روزه هم است که در گرفتن روزه نیت را علما شرط میدانند و جمهور علما را اشانی است که در روزه گرفتن نیت شرط هست که باید از شب انسان مسلمان نیت مخلصانه برای روزه داشته باشد. هر شبی از شبهای رمضان باید تجدید اخلاص بکند، تجدید نیت بکند که من فردا لله تعالی روزه میگیرم. این در مورد روزه فرضی هست که روزه ماه مبارک رمضان هست و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کسی که شب قبل از فجر نیت روزه را نداشته باشد روزه از او روزه ای نیست. وقتی که روزه فرضی میگیرد باید شب در اثناء شب قبل از فجر، یعنی در اطراف شب در هر قسمتی از قسمت های شب که نیت کند نیت از او کفایت میکند، یعنی باید شب نیت داشته باشد، تجدید اخلاص کند که من فردا لله تعالی روزه میگیرم. این حدیث را اصحاب سنن و امام احمد و امام خزیمه ابن خزیمه و ابن حبان رحمت الله علیهم از ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها روایت کردند.
و همچنین روایت دیگری امام دارقطنی رحمت الله علیه از حضرت حفصه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل، روزه کسی که از طرف شب او را سر خود فرض نمیگرداند، از طرف شب نیتی از او را در دل خود قرار نمیدهد، روزه از او روزه نیست. و البته نیت قصد دل هست، ضرور نیست که به زبان گفته شود، به دل قصد میکنی، اخلاص قلبی بر اینکه فردا ما لله تعالی روزه میگیرم. و بنابراین حدیث جمهور علما رأیشان این است که روزه فرضی باید از طرف شب نیت کرده شود، اما اینکه اگر در اول ماه مبارک رمضان نیت کند که من 29 روز رمضان یا 30 روز رمضان را لله تعالی مخلصانه روزه میگیرم، آیا نیت یزید تا به آخر کفایت میکند یا اینکه هر شبی از شبها باید تجدید نیت کند؟ در این مورد هم اکثر علما رأیشان این است که باید هر شبی از شبهای رمضان نیت خود را تجدید کند که من فردا لله تعالی، فردا مثلا روز شنبه یا یک شنبه را لله تعالی روزه میگیرم. و این مثل مانند نمازهای پنجگانه گفتن، نمیشه که در صبح مثلا نیت کنی که ما 5 وقت نماز امروز میخوانم، باید هر نماز وقتش که وقتش داخل میشود نیت خود را تجدید کنی برای خواندن همون نماز. همچنین روزه هر روز باید برای گرفتن فردایش، هر شب برای گرفتن روزه فردا باید تجدید نیت انسان داشته باشد. اما بعضی از علمای مالکی و علمای احناف رحمت الله علیهم رأیشان این است که گفتن که روزه متواصل بوده باشد یک نیت کفایت میکند. وقتی که در اول ماه مبارک رمضان نیت میکند مثلا 10 روز را مسلسل روزه میگیرد و بعد از عذری برای او پیش میشود، خانی مثلا مرض معوار میآید یا شخص مسافر است روزه خود را میخورد یا مریض میشود، بیمار میشد روزه خود را میخورد، تا به او وقت نیتش کفایت میکند و بعد از او 2 روز 3 روز بنا به عذر روزه خود را خورد و بعد از او دوباره که شروع کرد روزه خود را باید نیت خود را دوباره تجدید کند. و این مطلب تقریبا یعنی رأی اکثر علما به این است که باید هر شب تجدید نیت کند و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به این دلالت میکند و این در روزه های فرضی هست، در روزه ماه مبارک رمضان هست. اما در روزه های نفلی کسی که روزه نفلی میکنه، روزه دوشنبه و دوشنبه و پنجشنبه میگیرد، روزه های 10 ذوالحجه را میگیرد، 6 شوال را میگیرد، روزه 13 و 14 و 15 هر ماه را میگیرد، ایام بیض را میگیرد، یا روزه نفلی هر روز یک روز بعد روزه میگیرد که روزه داوود علیه السلام است. یا در اینها نیت از طرف شب شرط نیست. یک نفر از طرف شب اگر نیت هم نداشته باشد، فردایش هم صبح چیزی نخورد نیت نداشته باشد، یک دفعه مثلا ساعتی 7 بجه 8 بجه نیتش تغییر کرد که ما این روز روزه میگیرم، میتواند که روزه بگیرد. یا تا پیشین چیزی نخورد، پیشین نیت کرد که ما این روز تا روزه میگیرم تا به شام چیزی نمیخورم، این درست است، اشکالی ندارد. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند دخل علی النبی صلی الله علیه و سلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء. یک روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه ما تشریف آوردند و از ما پرسیدند که آیا چیزی برای خوردن داری؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که لا، ما در خانه چیزی برای خوردن ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإني اذا صائم، اگر چیزی در خانه برای خوردن نیست پس من روزه هستم. یعنی حتما وقت صبحانه بوده یا وقت چاش بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صبح چیزی نخورده بودند و دیدن که در خانه هم چیزی برای خوردن نیست، از او وقت نیت روزه را کردن و گفتن که من امروز روزه هستم. و این عمل از عمل صحابه هم ثابت هست، صحابه کرام هم چنین کار را میکردند، از حضرت ابو دردا و ابو طلحه و همچنین از حضرت ابو هریره و از حضرت عبدالله ابن عباس و از حضرت حذیفه. این مطلب در احادیث از ایشان روایت شده است. حدیث امام بخاری رحمت الله علیه در تعلیقات خود و همچنین امام بیهقی و امام طبری روایت میکنند از حضرت ابو دردا رضی الله عنه، از حضرت ام دردا خانم ابو دردا رضی الله عنها که ایشان فرمودند کان ابو الدرداء یقول عندكم طعام.
ابو دردا وقتی که وارد خانه می شد در وسط روز پرسان میکرد که آیا چیزی برخوردن دارید؟ فإن قلنا لا قال فإن یومی هذا صائم. اگر ما میگفتیم که نه در خانه چیزی برخوردن نیست، میگفت که پس من امروز روزدار هستم. لذا بنابراین احادیث که عمل صحابه و عمل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، علما رأیشان این است که علما به این اتفاق نظر دارند که در روزهای نفلی از طرف شب نیت کردن شرط نیست، به خلاف روزه ماه مبارک رمضان که باید از طرف شب نیت شود و انسان میتونه که در هر جزئی از اجزای روز نیت روزه نفلی را کند و اشکال ندارد. اما اینکه اگر مثلا در 8 صبح نیت روزه را کرد، شخصی در پیشین نیت روزه را کرد، آیا ثواب همه روز را میگیرد یا ثواب قسمتی را میگیرد که از او قسمت نیتی از او شروع شده است؟ مثلا کسی تا پیشین چیزی نخورد، بعد از پیشین نیت کرد که ما باید این روز را روزه بگیرم، آیا این ثواب نیمی روز را میگیرد یا کامل روز را؟ جمهور علما رأیشان این است که این ثواب کامل روز را میگیرد و اشکالی ندارد و اما عده علما میگن که از ثوابش از اون وقت شروع میشود که او نیت کرده و چون دارمدار اعمال به نیت است، قبل از او که چیزی نخورده و اصلا نیت روزه را نداشته و ثوابی از او شامل حالش نمیشه، ثوابی از او شامل حال از وقتی میشد که او نیت میکند. اما رحمت الله متعال واسع و فراوان هست و ان شاء الله که از هر قسمتی از قسمت‌های روز وقتی که نیت روزه را میکند و ان شاء الله الله متعال ثواب روزه کامل روز را برای از او ببخشد و این رأی جمهور علما هم است و این بعید از رحمت و مرحمت الله متعال نیست. و احکام دیگری از احکام این مسئله را بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و بیان خواهم کرد. با ما باشید. اسراف نکنید. مگه در وضوم اسرافه؟ لا تسرف و این كنت على نهر جار. ترجمه‌ش هم بگو. اسراف نکنید حتی اگر لب رودخانه باشید. خیلی ممنون، جزاکم الله خیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما حکم نیت در روزه را بیان کردم که در روزه فرضی، روزه ماه مبارک رمضان باید نیت از طرف شب کرده شود و این شرط است و در روزه های نفلی نیت از طرف شب شرط نیست و در هر قسمتی از قسمت های روز میشه که انسان مسلمان نیت خود را تغییر بدهد و روزه بگیرد. همچنین اگر روزه گرفت روی عذری اگر خورد در قسمتی از قسمت‌های روز اشکالی ندارد، چون در حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند المتطوع آمر نفسه، شخص متطوع کسی که روزه نفلی میگیرد او اختیار خود را دارد، میتواند که اگر روی عذری روزه خود را بگیرد کفاره بر بالای از او واجب نیست. حکم دیگری از احکام روزه این است که اگر شخص معذور بود روزه را میخورد، در اثنای روز عذری از او رفع شد، مثلا شخصی کافر بود اصلا روزه بر بالاش واجب نبود، در نیم روز مسلمان شد، در نیم روزی رمضان مسلمان شد، در پیشین یک روزی از روزهای رمضان مسلمان شد، یا شخصی مسافر بود در پیشین روز از سفر برگشت و اقامت آمد، یا شخصی مریض بود در اثنای روز صحتیاب شد، یا طفلی نابالغ بود در اثنای روز بالغ شد، یا خانمی مثلا مرض ماهوار داشت در اثنای روز پاک شد از مرض ماهواری خود.
آیا میتواند که این روز را باید روزه بگیرد، آیا قضا این روز را بیارد یا این روز روزه بر بالای شرط نیست. علما به این اتفاق نظر دارند که اگر در ماه مبارک رمضان در اثنای در قسمتی از ساعتی از ساعتهای روز اگر عذری رفع شد، انسان معذور بود روزه را میخورد، عذر رفع شد، حکمش این است که باید اون روز را تکمیل کند اما قضایش را بعد رمضان بیارد. مثلا شخصی در 15 رمضان از سفر برگشت در پیشین روز، یا طفلی در پیشین روز به بلوغ رسید، یا خانمی در پیشین روز از عادت محاوره خود پاک شد، یا شخصی کافر بود در پیشین روز یا در عصر روز مسلمان شد. حکمش این است که این روز را باید تکمیل کند، روزه را باید نخورد تا آخر روز باید تکمیل کند، لیکن قضایی این روز را بعد رمضان باید بیارد. و این مطلب در حدیث روایت شده از جمله حدیثی که امام ابو داود رحمت الله علیه از عبدالرحمن بن سلمه روایت میکند که ایشان فرمودند ان اسلم اتت النبی صلی الله علیه وسلم، که قبیله اسلم نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و اسلام خود را اعلام کردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از ایشان پرسیدند که صمتم یومکم هذا، در پیشین روز بود قبیله اسلم آمدند به مدینه منوره و اسلام خود را به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عرض کردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از ایشان پرسیدند که آیا شما این روز را روزه گرفتید؟ آنها گفتند که نه، این روز که ما الان مسلمان شدیم روزه نداریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فاتموا بقیه یومکم وقضوا، باقی که از ساعتایی که از این روز آمده مانده شما این روز را روزه بگیرید و بعد از رمضان این یک روز را شما قضایش را باز بیارید. و همچنین ابن ماجه رحمت الله علیه از سفیان بن عبدالله بن ربیعه روایت میکند که ایشان فرمودند قدیم وفد ثقیف علی رسول الله صلی الله علیه و سلم باسلام ثقیف فی رمضان. وفد ثقیف، وفد قبیله ثقیف آمدند در ماه مبارک رمضان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اسلام قبیله ثقیف را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردند که قبیله ثقیف مسلمان شدند. و ضرب علیهم قبة فی المسجد، و ضرب علیهم قبة فی المسجد، یک قبه بر آنها در داخل مسجد گذاشته شد و در زیر این قبه جمع شدند. فلما اسلموا صاموا باقی ما بقی علیهم من الشهر، وقتی که اسلام آوردند باقی ماه را به امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها روزه گرفتند. این احادیث دلالت به این میکند که اگر وقتی که عذر در اثنای ماه مبارک رمضان رفع می شود، در اثنای یک ساعتی از ساعتهای یک روز ماه مبارک رمضان رفع می شود و باید انسان باقی ما را تکمیل کند و همچنین باقی این روز را تکمیل کند، ولکن این روز را بعد از ماه مبارک رمضان باید قضایی بیارد. و با این اسلام دیگر اعذار را علما قیاس کردن، مثلا خانمی از عادت محاوره خود پاک شود، یا طفلی به بلوغ برسد، یا مسافری بیاید به خانه خود، یا شخصی مریضی صحت یاب شود، همه همین حکم را دارند. و حکم دیگری از احکام روزه این است که باید انسان در افطار عجله کند و اما در سحور تأخیر کند. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عجله کردن در افطار ترغیب کردند که شما همیشه در وقت افطار عجله کنین، افطار را تأخیر نکنین و اما در سحوری را با تأخیر بخورید و سحوری را طعام مبارک نامیدند و گفتند که در خوردن سحوری برکت هست. در حدیث متفق علیه از سهل بن سعد رضی الله عنه آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطور، مردم مسلمان ها در خیر هستند مادامی که در افطار خود تعجیل میکنند. یعنی تعجیل کردن در افطار این علامه خیریت امت یا خیریت انسانی مسلمان هست، خوبی انسانی مسلمان هست. و این حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه، سعد بن سعد انصاری که از خردترین صحابه بود، وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند ایشان 15 سال عمر داشتند. این حدیث را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند و ایشان آخری صحابه بود که در شهر مدینه منوره در سال 91 و در روایت در سال 88 هجری وفات کردند. و همچنین در روایت دیگری، روایتی که امام احمد رو روایت میکنه آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و اخر السحور، یعنی و اخروا السحور لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطور و اخروا السحور،
که مردم یا مسلمان ها در آنها خیریت موجود است، مادامی که در افطار کردن تعجیل میکنند و در سحور کردن تأخیر میکنند. و همچنین در روایت ابو داود رحمت الله علیه آمده علتی از این بیان شده، در آخر حدیث علتی از این را بیان کرده که چرا خیریت در تعجیل افطار و در تأخیر سحور است. خیریت اومد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لأن اليهود والنصارى يؤخرون الافطار الى اشتباك النجوم، به خاطر اینکه یهود و نصارا و افطار را تا برآمدنی تا ظاهر شدن ستاره ها تأخیر میکنند. یهود و نصارا وقتی که روزه میگیرند آنها با مجرد غروب آفتاب افطار نمیکنند، بلکه افطار خود را تأخیر میکنند تا که ستاره ها ظاهر شود در آسمان. و فرقه ضاله که فرقه روافض هست با مخالفت مسلمان ها و با موافقت با یهود و نصارا این کار را میکنند، روزه خود را با غروب آفتاب افطار نمیکنند بلکه تأخیر میکنند تا که تاریکی شود و ستاره ها در آسمان ظاهر و آشکار شود. و این یکی از موافقات فرقه رافضه با اهل دیانت یهودیت و نصرانیت است. و گفتم که علتش هم یکی مخالفت یهود و نصارا است، همچنان در این حدیث بیان شده. و دیگر اینکه به خاطر از اینکه در این خیریت بیان شده در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که خیریت امت ما در این است که باید افطار را زود بکند. و همچنین در این تقویت است برای انسان مسلمان وقتی که افطار را زود میکند و سحوری را تأخیر میکند، در این قوت می باشد برای از او برای گرفتن روزه همان روز. و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند قال الله عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که الله متعال چنین فرمودند که این حدیث را حدیث قدسی گفته می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله متعال روایت کند که قول الله متعال را فرموده الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با تعبیر خودشان بیان کنند. الله متعال چنین فرموده که احب عبادی الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بندگان من نزد من کسایی است که زود افطار میکنند، در افطار تأخیر نمیکنند، در افطار کردن روزه خود تعجیل میکنند. و این یک سببی یا یک علت و یک سببی از اسباب محبت الله متعال برای بنده او است. یعنی علتش گفتیم که این است که خیریت در اوست وقتی که در افطار تعجیل میکند و از جمله خیر امت گفته می شود. علت دومش هم است که در مخالفت یهود و نصارا است. و علت سومش هم است که در محبت الله متعال است و این شخص محبوب الله متعال می باشد. و همچنین تأخیر سحوری همچنان که در این روایات آمده، در روایات های دیگری هم آمده، از جمله حدیث متفق علیه است از زید بن ثابت رضی الله عنه که ایشان فرمودند تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة فكان بينهما قدر 50 آیه. ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غذای سحوری خود را خوردیم و بعد از او استاد شدیم برای نماز. فاصله در بین خوردن اقامت نماز و خوردن سحوری ما به اندازه خواندن 50 آیت بود. البته خواندن 50 آیت وقت زیادی نمیگیره، در چند دقیقه خوانده می شود. یعنی به این معنا که ما در فاصله کمی که به وقت اذان مانده بود سحوری کردیم، سحوری را تأخیر کردیم با تا که فاصله کمی به اذان ماند، به اذان صبح ماند، در وقت ما سحوری کردیم با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به خوردن سحوری ترغیب کردند که شما حتما سحوری بخورید و این را طعام مبارک نامیدند که سحوری طعام مبارک است و خود را از برکت این طعام محروم نکنید، ولو که اگر شما گشنه نباشید باید با یک جرعه آب هم باید سحوری بکنید. در حدیث متفق علیه که از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تسحروا فإن فی السحور برکه، شما سحوری بکنید چون در سحوری برکت است. این طعام سحوری طعام برکت است، شما با برکت از این میتونید که با قوت کامل روزی خود را روزه بگیرید.
و همچنین در حدیث دیگری آمده که از حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تدعوه ولو ان یتجرع احدکم جرعه من ماء، شما این سحوری را، طعام سحوری را ترک نکنید، حتما بخورید. اگر اشتهای طعام را نداشته باشید ولو که یک جرعه آب را بنوشید، باید با یک جرعه آب هم شما سحوری بکنید. فإن الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین، چون الله متعال و ملائکه از او دعای رحمت میفرستند به کسایی که سحوری میکنند. کسایی که سحوری میکنند برای آنها الله متعال و ملائکه از او ملائکه دعای رحمت میکنند و الله متعال آنها را شامل رحمت خود قرار میدهد. و گفتیم که همچنانه که در افطار مثلا علتش که این بود که مخالفت تعجیل افطار مخالفت یهود و نصارا بود و خیریتی اومد در او بود و این کار محبوب الله متعال بود. همچنین در این هم حکمت شمیست که مخالفت یهود و نصاراست، چون در حدیثی که امام مسلم او را روایت میکند این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند و فرمودند که فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحور، جدایی در بین روزه ما یا فرق در بین روزه ما و روزه اهل کتاب خوردن سحوری هست که ما مسلمان ها وقتی که روزه میگیریم سحوری میخوریم، اگر اشتها هم نداشته باشیم یک جرعه آب می نوشیم. و اما اهل کتاب این است که آنها سحوری نمیخورند و افطار خود را به تأخیر می اندازند. و همچنین فواید دیگری هم دارد که در سهولت برای بندگان الله متعال است در تعجیل افطار و در تأخیر سحوری، و به این معناست که دین اسلام دینی آسانی هست و مشکلات را برای اتباع و برای بندگان خود الله متعال برای بندگان خود و دین اسلام برای اتباع خود نمیخواهد و تشدید در دین، افراط در دین جایز نیست و نادرست است. و همچنین دلالت به این میکند که باید انسانی مسلمان مقید به حدود الله متعال بوده باشد. الله متعال برای گرفتن روزه حد تعیین کرده که شما از طلوع صبح صادق روزه بگیرید تا به غروب آفتاب. در قرآن کریم این حد آمده حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، شما روزه بگیرید تا اینکه از وقتی که صبح صادق میدمد تا به غروب آفتاب، و این حد از طرف شریعت مقید و معین شده است. باید انسان مسلمان با حدود شریعت خود را مقید کند و از حدود شریعت تجاوز نکند. وقتی که تو افطار را تأخیر میکنی به این معنا که تو حد شریعت را تجاوز کردی و به حد آنچه که شریعت برای تو تعیین کرده به او استاد نشدی، از او تجاوز کردی. و همچنین وقتی که تو افطار نمیکنی یا اینکه افطار را مثلا نیم شب میکنی در اول شب میکنی، این هم تجاوز از حد خداوند از حد شریعت است و شریعت برای تو بدایه روزه تو را صبح صادق تعیین کرده. قبل از صبح صادق تو با یک جرعه آب یا با خوردن چند لقمه نان غذا روزه خود را شروع میکنی. و همچنین گفتیم در مخالفت اهل کتاب است، هم در تعجیل فطر مخالفت اهل کتاب است که آنها افطار را تأخیر میکنند، و هم در خوردن سحوری مخالفت اهل کتاب است که آنها سحوری نمیکنند. و گفتیم که در خوردن در تعجیل فطر و در تأخیر سحوری تقویت است، قوی ساختن جسم انسان است و انسان میتواند که با تعجیل افطار و با تأخیر سحوری خود را تقویت بیشتر ببخشد و با قوت بیشتر روزه آن روز خود را بگیرد و به اتمام برساند. و در اینجا دوستان عزیز وقتی برنامه ما به پایان رسیده و احکام دیگری از احکام روزه ماه مبارک رمضان و احکام روزه را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت‌های آینده برای شما بیان خواهم کرد. تا به او وقت الله حافظ و نگهبانتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.